سلام آقا. مغز خر خوردنی نیست، اما من نمیدونم چرا این آخوندای با عمامه و بی عمامه راه به راه مغز خر میخورن. به جان خودم راست میگم، یکیش این شریعت نداری مفنگیه. آخه نه قلیون، تو مگه 16 آذر فلنگو نبستی؟ مگه ندیدی دانشجوها چه به روز جونه برای نظامتون آوردن؟ پس چی شد که دوباره سر خر رو کج کردی و رفتی دانشگاه؟ آخه این چه مرضی بود؟ بازجو برو گم شو. دم دانشجوهای هموطنم گرم که تو چپ کردن میز آخوندا حسابی حرفه‌ای شدن. ببینید نماینده ولی فقیه و با اون همه دبدبه و کبکبش به چه روزی انداختن که مجبور شده جواب شعار بازجو برو گم شو رو هم اینجوری بده. یکی از دانشگاهی دیگه هم گفتم این شعار که بیرون اینا گفتم من بچه تهرونم گم نمیشم. اونایی که با مینی مساعدم پیاده کردن برگشتنی نمیشم. چه غلطا؟ بچه تهرونی گم نمیشی؟ ببین همین بچه های تهرون تو و اون ولی فقیه تو طوری گم و گور میکنن که اسم خودت هم یادت نیاد، چه برسه به محل تولدت. ضمناً دانشگاه با حماسه 9 دی اشتباه گرفتی. اونایی که با مینیبوس میان گله های ساندیس خوران، معلومه ضرب 60 دانشجوها مختو اساسی تکون داده. راستی بعد از این همه فضاحت چطور میخوای بری پیش ولی فقیه؟ اینا اهل مقاومتن، با این ریش میخوای بری تجریش. به قول تهرونی ها روز باید خورند پهلوون باشه. آخه شما که اگه یه برزم بگیرین دستتون خودتون دنبال برز میدوئی، شما دیگه این شعاره ندید. کدوم شعارا رو؟ منظورت این شعاراست؟ ببین شریعت نداری، تو که وجدان نداری. یه نگاهی به همین صحنه دانشگاه بنداز، بعد به این سوال موشکاف جواب بده که راستی چی شد اون همه پوز محبوبیت و پایگاه اجتماعی نظام؟ چی شد اون همه دادار و دودور مقبولیت؟ مگه نمیگفتی فتنه تموم شده؟ میبینی چطور فتنه داره از سر و کولت بالا میره؟ باز من تاکید میکنم، من به جد شما رو برادران و خواهران خودم میدونم و همونطوری که اگر یه برادرم دچار فریب بشه دلم براش میسوزه، واقعا برای شما دلم میسوزه. ولی شما رو دزدیدن مشکلی به که شما به کسی که شما رو دزدیده علاقه بیشتری داره. ببین اینجا دانشگاهه نه اتاق بازجویی. این دانشجوها هم تمام این ترفندهای بازجویی رو کهنه کردن. از تیغ کشی به جایی نرسیدی، حالا رو آوردی به دلسوزی و اشک تمساح. ببین این تجربیات بازجویی تو نگهدار واسه جماعت دلارام اعتدالی. این دانشجوها همه براندازن. اما این سخنرانی مفتضح شیخ پری تو دانشگاه علاوه بر همه این توفکی‌ها که نصیب عظما کرد، یه حسن دیگه هم داشت. حسنش این بود که شریعت نداری قاط زد و رفت تو کار پنبه‌زنی باندی، یعنی بند و آب داد، اساسی هم آب داد. آیا می‌توانید یک مفسد اقتصادی را آدرس بدهید که در کنار شما نبوده باشد؟ مگه بابک زنجانی کارشو در زمان مرحوم نوربخش شروع نکرد؟ مگه بابک زنجانی با آقای هاشمی و آقای روحانی عکس یادگاری نداره؟
سرویس کی بود؟ پتروپارس رو چه کسانی رو انداختن؟ بله، مغز خری که اول برنامه گفتم منظورم همین بود. اومد مبتذل شد، یه استخونی از باند رقیب جوید و دست از پا درازتر رفت بیت ولایت. حالا چرا همه این کارا رو کرد؟ هیچی آقا جون، مجبور بود، مجبور. وضعیت انفجاریه و فتیله بیقرار جرقه. موشکار